دروغگوهای حرفه‌ای یه ضرب المثلی بین خودشون دارن که میگن دروغ هرچی بزرگتر باورپذیرتر و اگه میخوای مردم دروغی رو باور کنن تا میتونی دروغت رو کت و کلفتر بگو. در راستای همین ضرب المثل شبکه خبر تیوی ریش آخوندی هم چند روز پیش یه خبری کار کرده بود که مطابق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول کشور ایران تا 3 سال آینده جزو 15 اقتصاد برتر دنیا خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول میگوید ایران تا 3 سال دیگر 15مین اقتصاد دنیا میشود. به نظر من پیشبینی صندوق بین‌المللی پول حتما درست از آب در میاد، مخصوصا با این دلار 12,000 تومانی و یورو 15,000 تومانی و محاصره اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی و حتما 15مین خواهیم شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که پیش بینی می شود تا 3 سال آینده اقتصاد کشور ایران جزو 15 کشور اول دنیا خواهد بود و با رشد اقتصادی خیلی زیادی که الان توی مملکتمون هست ما در سالهای آینده به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا تبدیل خواهیم شد. سخنگوی این صندوق بین‌المللی افزود که ما وضعیت اقتصادی ایران را بررسی کرده ایم و متوجه شده ایم که اگر جلوی ایران را نگیریم احتمالاً تا سال آینده واحد پول کشور ایران جایگزین دلار و یورو خواهد شد و از این پس معاملات جهانی بر اساس قیمت تومان تنظیم خواهد شد. وی در ادامه افزود که قدرت اقتصادی ایران در حدی است که وقتی 9 میلیارد دلار آمریکایی در آن ناپدید می شود آب از آب تکان نمی خورد و کک کسی هم نمی گزد. همچنین سخنگوی این صندوق با اشاره به عکس‌هایی از بابک زنجانی، شهرام جزایری و خاوری در کانادا اعلام کرد که ما مطمئنیم این نخبگان اقتصادی هستند که اقتصاد کشور ایران را به یکی از اقتصادهای برتر جهان تبدیل خواهند کرد و در ادامه با نشان دادن لیستی از آقازاده‌ها به ترتیب حروف الفبا افزود که صندوق بین‌المللی پول ماهاست که تلاش می‌کند تا از محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای مدیریت بانک جهانی دعوت به همکاری نماید، اما علی‌رغم التماس‌های فراوان این افراد اعلام کردند که الان پول و بخور تو ایرانه، بعداً تماس بگیرید. تا بخش بعدی اخبار، خدا نگهدار.